پیروان تصوف زیر نوای سما می رقصند. با این راه محبت خود را به خداوند ابراز می دارند. حالت روحی پیروان تصوف یکی از موضوعهای اصلی تصویرهای رسام معروف ترک دریاور است. او در یک نمایشگاه در دوشنبه ویژگی‌های صوفیزم یا طریقت مولویه را با نام سما به نمایش گذاشت. من اثرهای را به تاجیکستان آوردم که موضوعهای عارفانه دارند. برایم نمایش این اثرها در این مکان خیلی مهم است، چون که اجداد یکی از استادان طریقت صوفیزم جلال الدین رومی ریشه های آسیای میانه‌ای دارد. بعداً در آناتولیا زندگی کرده است. دریاور سال 1964 در شهر ازمیر به دنیا آمده است. اثرهای او در زمینه افکار صوفیان ایجاد شده. از نظر او این دیدگاه تحمل پذیری و عشق را رواج می دهد. مهمترین پایه تصوف صلح است و صبر و محبت. صوفی دل کسی را نمی رنجاند. در اثرهای من صوفیان در دو حالت تصویر شدند. گروهی از آنها معنای زندگی و جایگاه محبت و صلح را در آن درک کردند، بعضی دیگر نه. دریا میگوید نظام سما، رقص عبادتی صوفیان به او پسند است. او در اثرهای خود بین حرکت دستها و پایهای درویشان و دختری که فلامینگو را میرقصد همایش روحی میبیند. در تصور این رسام هر دو هم برای پاک ساختن خود تلاش می‌ورزند. آنها با خدای خود رازی دارند. پیروان تصوف زندگی قشاقانه را انتخاب کردند. مهر به مال دنیا ندارند. آنها خدا را در باطن خود می‌جویند و به او محبت دارند که مرز را نمی‌شناسد. و هدف نهایی مولانا رومی نیز این است که من باید با خدا یک به یک واخورم. دریاور سال 2014 جایزه رسام جهانی صلح را گرفته است. اثرهای او را در چین، تونس، یونان، کانادا، خرواتیا به نمایش گذاشتند. این نخستین نمایش رسم‌های دریاور در دوشنبه نبوده. او 3 سال قبل با نمایشنامه طبیعت به تاجیکستان تشریف آورده بود. او از رسامانی است که می‌خواهد در این جهان پرخاشجو انسان‌ها ناوابسته از عقاید و اعتقاد راه‌هایی را که آنها را متحد می‌سازد فراموش نکنند.